این هفته خبر تو خبر داره براتون از شیخ فری آبلنبویی که از فرصت رفتن سر قبر امامش برای تسویه حساب با عظما استفاده کرد و اینجوری به عظما جفتک انداخت. و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن باز دارد و نگذارد در میان سلایق مختلف اون که میخواهند برگزینند و هر آن کس که مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کند حتما از مشی امام و راه امام فاصله دارد. این هم یه چشمه از احترام امام دجالشون به انتخاب مردم. فردا همه از خانه ها بیرون بیایید و همه رأی بدید به جمهوری اسلامی. البته تنها چیزی که برای این جماعت مهم نیست انتخاب مردمه. اینا هر کدومشون دنبال سهمشون از قدرتن. همه این کشمکش‌های درونی در حالی داره رخ میده که عمق استراتژیک عظما در حال به فنا رفتنه و این جوجه بسیجی سرگردونم به دست و پا افتاده تا شاید یه جوری وجود مزدورای عراقی عظما رو برای بسیجی‌ها توجیه کنه. هشت الشعبی جزئی از ساختار نظامی عراقه، قانونیه، بودجه داره، حقوق دارن، اینا ساختارشون، مسئول میانیشون بین دولت و هشت فالحه. یه جوری القا میکنن مردم بشنون چیه؟ ایران اصلا داره مداخله میکنه تو عراق فلان و ما به درخواست عراق رفتیم اونجا. حکایت کمک خواستن مزدورای خامنه‌ای از عظما برای ویران کردن عراق یه چیزی تو این مایه هاست. این پاسدار عباسی هم فقط یک کار ازش برمیاد، اونم اینه که بعد از هر تظاهرات بره بسیجی ها رو دور خودش جمع کنه و از این معرکه ها بگیره. فتنه اخیر هم خیلی خطرناک بود. دیدید دیگه امروز ظهر که آقای حاجی زاده اومد تو تلویزیون گفت ما مقصریم، 5 ساعت بعد جلو دانشگاه امیرکبیر 1000 نفر جمع شدن، سفیر انگلیس میدوندار بود. الان وضعیت طوری شده که به این بسیجی ها پخ بکنی 1 متر میپرن هوا. این حجت الاسلام زالزالک هم که حسابی از به آتیش کشیدن عکسای عظما توسط مردم سوخته اومده تا جلوی خود خامنه واسه اتفاقاتی که در پیشه روزه بخونه. اگر جسارتی شد، تنقیصی شد، مخصوصاً به بزرگان خیلی حواس جمع باشه، مراجع، عالم دینی، رهبر عظیم الشأن انقلاب، اینا ارزش‌های ما هستن. شهدا، بله شأن خود اون شهید بالاست، خانواده‌اش هم بالاست، میگه کاری نداشته باشید، عکسی پاره شد، اتفاقی افتاد، از قول مقام معظم رهبری هم نقل شد، اگر گاهی به من چیزی میگن عکس العمل نشه، او یه بحث دیگری است، خود ایشون میفرمایند، خود خانواده اون شهید. ولی جامعه اگر این حرمت بشکنه، حرمت شکنی باب میشه. این کوچولو هم تو قالب یه جوک کوتاه وضعیت عظما و مملکتی که درست کرده رو اینطوری روایت میکنه. خدا بعد از آفرینش ایران و ایرانی گفته زلزله بدم، سیل بدم، آلودگی هوا بدم، طوفان بدم، ریزگرد بدم، کف آبی بدم، احمدی نژاد رو بدم، حسن روحانی رو بدم، کدومو بدم؟ یه پدری اون وسط گفته همش رو بده.
حالا بشنوید از خرچنگ ولایت که برای گرم کردن تنور انتخاباتشون اینجوری به دست و پا افتاده. افرادی که میگوین ما شرکت نمی کنیم، نمیخوای حق تو بگیری، خوب نگیر، ولی این عقلایی نیست که بگن بیایید حقتون رو بگیرید و بیایید صندوق، منتها دقت کنید. اینا فکر کردن با این نمایش ها میتونن با بحران های نظام مقابله کنن. خبر ندارن که تو سراشیبی سرنگونی جای این ملق زدن ها نیست. بعد از ترکیدن پاسدار سلیمانی و ضربه‌ای که عظما از بابت سخت افزاری دریافت کرد، حالا این شلغم نپخته اومده تو تیوی ریش تا برای روحیه دادن به بسیجی‌ها از میزون کردن نرم افزار عظما خبر بده. اگر اجازه بدید من یک نکته دیگه رو هم راجع به شهادت حاج قاسم عرض بکنم. من به نظرم میاد که تو این همین مدت کوتاه یک برکت بزرگی که خونه ایشون داشت این بود که نرم افزار انقلاب اسلامی رو میزون کرد. به چه معنا؟ ببینید ما یک تهاجم سخت افزاری داریم که ممکنه حمله کنن، کسی رو بکشن، عرضم حضور شما که تجهیزات رو منهدم کنن مثلا و تهدیدها اینجوری بکنن. یک سری به اصطلاح تهاجمات نرم داریم. حالا گزارش میزون کردن نرم افزار عظما رو از زبون این حجت الاسلام کاکتوس بشنوید. بیش از 3 دهه است زدن رهبر رو تو دستور کار قرار داده. شماها تا حالا این لیست رو ندیدید که پسرای آقای خامنه ای در سوئیس چه حسابهای پرپولی دارن؟ ندیدیم اینا رو؟ فراوون. اونها هنرمندانه وقتی که دارن با عکس و فیلم میان جلو، من و شما با متن‌های 18 صفحه‌ای نمیتونیم جلوشون. کی متن میخونه؟ امرو فوتو کامنت عکس نوشته، هنرمندی بسم الله بساز، نیستی برو ببین کی ساخته تو پخش کن. ببینید کار عظما به کجا کشیده که رسانه‌هاش دست به دامن این پسمونده کودتای 28 مرداد شدن تا بعد از عمری جیره‌خواری از شاه حالا اینجوری برای شیخ دم تکون بده. مایل نیستید که راجع به عملکرد آقای خامنه‌ای صحبت بکنید و تحلیل از شما داشته باشم؟ با ایشون آشنایی ندارم از نزدیک، ولی دارم در قطعونهایی که باش نزدیک هستم، ولی تا حالا دربارش چیزی بر علیهش ندارم که بخوام. البته این رفاقت ها آخر عاقبت نداره و خودشون هم میدونن که روز روزش حاجی جا خالی میده. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به تازه ترین محصولات داخلی در سال رونق تولید ملی بندازیم. اینم از روشویی اتوماتیک ما و طریقه استفادهش. ملت هم با این نمایش ها به ریش نیروهای مسلح عظما و نمایشاشون میخندن. ارهان به جای خود! ارهان! خدام! نظر به چپ! ارهان! خیلی خوب! بر آمریکا! رسوایی مصاحبه های تیوی ریش دیگه عالمگیر شده. یه نمونه از این رسوایی ها رو در کلیپی که توی فضای مجازی منتشر شده ببینید. علیرضا همونیه که صدا سیما ازش یه گزارشی گرفته بود که حرفاشو عوض کرده بود زمانی که تلگرام فیلتر شده بود. ایشون گفته بود که ربطی نداره به فضای مجازی، من پدرم رو هر وقت بخوام میرم میبینم
بعد حرفشون جوری عوض شده بود که انگار از وقتی تلگرام فیلتر شده باباشو میره میبینه. مردم 4 روز یکی از پیامرسان تلگرام فاصله گرفتن. پدرمو میرم میبینمش. با خیلی اقوام دور نزدیکتر شدیم، با دوستان نزدیکتر شدیم. الان که تلگرام به کل فیلتره، هر روز میری بابا رو میبینی. ارتباط خیلی نزدیکتر شده. هر روز میشه بابایی. هر روز میشه بابام و بابام خواست تشکر کنه از مسئولین که اینو به خاطر فیلتر تلگرام تلاش آخوندا برای فیلترینگ و بستن درهای فضای مجازی یه چیزی تو این مایه هاست. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی هموطنی جلب می‌کنیم که با یک دست 2 تا ساز رو می‌نوازه.